به نام خالق هستی بخش با سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان فوتبال، همراهان همیشگی سایت آنتن. بریم سراغ دربی 99 رقابت حساس بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال. اولین دربی قرن به نوعی داره برگزار میشه و باید ببینیم در این مسابقه چه اتفاقاتی رو خواهد داد. نگاه‌ها به محوطه ضربه استقلال، ارسال بلند به تیر دورتر، یه فرصت، کنترل جالب نیست، ضربه پای چپ امید علیشاه و توپی که با اختلاف از بالای دروازه حسینی به بیرون میره. استقلال میبرن به سمت راست زمین، یه فرصت ایدئال، به خوبی توپو دور میکنه گلسیانی. حالا نوبت استقلاله که فشار بیاره روی دروازه پرسپولیس. موقعیت، یه پا عوض میکنه، میتونه بزنه ضربه خودش رو و به هر شکل ممکن اونجا جلوی محبی رو بستن یاران پرسپولیس. این بار نگاه های محوطه ضربه پرسپولیسه، کنه رو کوتاه میزنن، برنامه تمرین شده، ارسال مفوج روی دروازه. علی بیرانوند در 3 ضرب توپو گرفت، خطا هم روی او اعلام شد. مدافعین پیشتاخته تیم فوتبال پرسپولیس، مهدی ترابی ارسال روی دروازه و توی دروازه. خدمتتون عرض کردم دروازه رو گلسیانی باز کرد. پرسپولیس 1 استقلال 0. اینجا توپ فرستاده شد روی دروازه بین مدافعین. نه اونجا رافائل سیلوا دخالت کرد، نه روزبه چشمی و خیلی راحت ضربه سرش رو میزنه گلسیانی تا پرسپولیس 1-0 پیش بیافته تو این بازی. بعد جای توپو امیده، توپو گرفت امید علیشاه، 3 در مقابل 4، یه پاس تو در و گل دوم نشد. ببینیم ما هم چه پاسی را داد امید و این ضربه به سمت راست. صالح اردانی نگاه میکنه، همون ارسال میکنه روی دروازه، یه ضربه یه سر خطرناک، میرفت گل تساوی زده بشه. کرنر رو کوتاه زدن، باز هم محمد محبی، یه پاس عالی، فرصت، ارسال دیگه روی دروازه، گل تساوی شد. گل تساوی رو روزبه چشمی میزنه، حساب کار حالا 1-1 مساوی میشه. چقدر خوب دید اونجا جعفر سلمانی و این ضربه یه سر. هر دو تیم روی ضربات سر تونستن دروازه همدیگه رو باز کنن. اینجا ضربه سر خوب خودش رو زد روزبه چشمی و علی بیرانوند فقط نگاه کرد. ضربه محوطه جریمه، یه پاس تو در، ضربه پای راست و چه توپی میگیره حسینی. محمد محبی شگفت داره توی صحنه ها. فرصت برای گل دوم، مطهری و توی دروازه. گل دوم رو استقلال میزنه. پر از اتفاق باشه اینجا، توپو نگه داشت، چقدر خوب زد ضربش رو امیر ارسلان و مطهری و کاری نمیتونست بکنه علی بیرانوند. استارت سریع و فوق‌العاده محمد محبی باعث شد تا این گل ساخته بشه و امیر ارسلان و مطهری به خوبی این گل رو پرداخت کرد. ارسال بلند روی دروازه خطرناکه، اونجا ضربه سر بازیکن استقلال میزنن و این بار دیگه دروازه بسته میمونه. ارسال بلند روی دروازه، ضربه سر رو میزنن، فرصت، سروش رفی، خبری از خطا هندیس کار دنبال میشه. پاس مهدی قائدی، حالا ضد حمله استقلال، سرعت بالا، گل سوم میبینیم یا نه؟ استارت سریع که زده شده و تکل میبنده. امری اونجا اجازه پیشروی رو نمیده، حالا پرتاب به سود پرسپولیسه. این لحظه است که سروش رفی ضربه‌اش رو زد و اینجا تو برخورد کرد به بازیکن استقلال، خب دستش بسته بود. تصویر محوطه جریمه، باز هم قرمز پوشان، یه ارسال مفاج به روی دروازه و خروج به موقع از سید حسین. یحیی انجام داد تیمش چگونه کار خواهد کرد. ضربه سر، گل تساوی بریس میکنه گیورگی گلسیانی. بازم روی ضربه کرنر 2 تا گل زدن، 2 تا کرنر و 2 تا ضربه سر گلسیانی که هر جفتش به گل تبدیل شده. 2-2 مساوی برگشت شده میشه و این هم سود پایان مسابقه، تساوی 2-2 دو تیم. امیدوارم که شما عزیزان این مسابقه لذت کافی رو برده باشید. من همه شما رو خداوند بزرگ و منان میسپارم تا دیدار دیگر. بدرود یا علی و خدایا رو نگهدارتون.